با سلام خدمت همه شما عزیزای دلم. امروز در خدمتتونم با آموزش این اسکاچ برجسته بافی که عکسشو براتون قرار دادم تو کانال. برای بافت این اسکاچ شما از نخهای سوزنی مارک روز استفاده کنید یا هر مارکی دیگه که در بازار وجود داره. من برای بافت این کار بخاطر اینکه شما قشنگ آموزش رو ببینید از قلاب شماره 2.5 و کلافه نوموتا استفاده میکنم. برای بافت این کار نختون رو دور قلاب حلقه میکنید و یه دونه گره محکم بهش میدیم به این شکل. حالا 6 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 و 6. به اولین زنجیره بستش میدیم و در ادامه 3 تا زنجیره میزنیم که حکم یک پای بلند رو داره و در ادامه 13 تا پای بلند دیگه هم میزنیم که با این یه دونه میشه 14 تا پایه بلند. برای بافت این مدل اسکاچ هم میتونید برای اسکاچ این بافت رو استفاده کنید، هم دستگیره از پایه های زوج استفاده کنید، یا 12 یا 14 یا 16 یا 18 تا پایه و بافتتون رو انجام بدید. من برای آموزش این کار از 14 تا پایه استفاده میکنم و بافت رو شروع میکنم. خب نخ دور قلاب و داخل این حلقه 13 تا پای بلند دیگه میبافم. نخ دور قلاب وارد حلقه میشیم و پای بلندمون رو میبافیم. پس من پایه ها رو به انتها میرسونم و کار رو به شما نشون میدم. خب از 14 تا پای بلند رو که بافتیم به اون 3 زنجیره ابتدای رج بستش میدیم به این شکل. حالا 2 تا زنجیره میزنیم برای ابتدای رجمون و کاری بهش نداریم داخل بافت. حالا نخ رو دور قلاب میندازیم و روی همین 3 زنجیره اول یک پایه برجسته از رو میبافیم به این شکل. بعد داخل فاصله بین هر 2 تا پایه یه دونه پایه بلند ساده میبافیم به این صورت. دوباره نخ دور قلاب میندازیم روی پایه بعدیمون یه دونه پایه بلند برجسته میبافیم و داخل فضای بینش یه دونه پایه ساده. پس تو این رج ما افزایش پایه ها رو داریم و طبق قانون گردبافی این بافت رو جلو میبریم. پس دوباره نخ روی قلاب و روی پایه بعدی یه پایه برجسته از رو و بین فاصله 2 تا پایه یک پایه بلند ساده میبافیم که در مجموع تا انتهای این رج پایه هامون 2 برابر میشه. پس یه پایه برجسته روی پایه میبافیم و یک پایه ساده بین پایه ها به این شکل. دوباره تکرار میکنم. نخ روی قلابتون رو فرو میکنین، از زیر پایه نخ رو بیرون میکشید، یک پایه برجسته از رو میبافید و داخل فضای بین پایه ها ببینید این فضای بین پایه ها یک پایه ساده میبافیم تا انتهای بافت به همین شکل انجام میشه. خب عزیزان ببینید بافت ما به این شکل در میاد. سعی کنید هیچ پایه‌ای جا نمونه و با دقت همه پایه ها بافته بشه. پس بین پایه ها یک پایه بلند ساده و روی پایه یک پایه بلند برجسته از رو. ببینید دوباره بین فاصله ها یک پایه ساده، روی پایه آخر یک پایه برجسته و در نهایت توی این فاصله آخر حتما باید پایه بلند ساده‌تون رو ببافید و به اون سر پایه اول بستش میدیم به این شکل. ببینید داخل تمام رج ها شما باید اون پایه ساده انتهای رج رو ببافید. برای رج دوم دوباره 2 تا زنجیره رو میزنیم و روی پایه بلند برجستمون پایه بلند برجسته میبافیم و ببینید بین این فاصله ها هر کدوم ببینید این فاصله و این فاصله تا قبل از این پایه بلند برجسته هر کدوم یک پایه بلند ساده میبافیم
و در مجموع توی رج سوم تبدیل میشه به 3 تا پایه بلند. دوباره پایه برجسته بلند از رو سر جای خودش میبافیم و بین این فاصله ها، این فاصله و این فاصله 2 تا پایه بلند ساده میبافیم به این شکل. ببینید رج سوم هم بافتتون به این شکل در میاد. خب من این رج رو هم به انتها میرسونم و ادامه کار با هم میبینیم. خب عزیزان، رج سوم رو هم ما به این شکل بافتش رو انجام دادیم و پای برجسته رو که زدیم، حالا بین این فضا و این فضای انتهای کارمون حتما باید 2 تا پای بلندمون رو ببافیم که در مجموع این پایه ابتدایی پای برجستش هم کامل میشه و بستش میدیم به زنجیره این پایه برجستمون. خب عزیزان، این بافت تا انتها تکرار همین نوع بافتی هست که بهتون گفتم طبق قانون گرد بافی. در رج چهارم هم دوباره 2 تا زنجیره روی پای بلند برجسته، از روی اول 1 پای بلند برجسته و بین تمام فاصله ها تا قبل از پای برجسته بعدی 1 پایه ساده، 1 پایه بلند ساده که در مجموع میشه 4 تا پایه بلند و دوباره روی پایه برجستمون 1 پایه برجسته و بین فاصله هامون پایه ساده 1 2 3 و با احتساب این پایه بلند 4 تا پایه در رج چهارم خواهیم داشت. این بافت تا انتها به همین شکل ادامه پیدا میکنه و شما به هر رج تعداد دلخواهتون میتونید این بافت رو انجام بدید. بخواید کوچیک باشه برای دستگیره 5 تا 6 رج کافیه. بخواید برای دستگیره این بافت رو استفاده کنید 8 تا 9 رج کافی هست. و برای حاشیه بافتتونم بافت کجراه میتونید استفاده کنید و بافت معکوس رو، حالا من اونو بهتون آموزش میدم. وقتی به آخر کارتون رسیدید، به انتهای بافتتون رسیدید، برای حاشیه بافتتون بست ابتداییتون رو که دادید 1 زنجیره میزنید به این شکل و روی گندمی بعدی قلابتون رو فرو میکنید و 1 دونه بست و 1 زنجیره. دوباره قلابتون رو فرو میکنید، 1 دونه بست یا شلال و 1 زنجیره. دوباره 1 دونه بست، 1 دونه زنجیره. این کار رو تا انتهای بافتتون انجام میدید. 1 دونه بست، 1 دونه زنجیره به این شکل. ببینید تا انتها بافتتون به این شکل در میاد. حالت بافت معکوس مانند ایجاد میشه. امیدوارم که از این آموزشم خوشتون اومده باشه. عکس بافتای زیباتون رو حتما داخل گروه بافتنی ارسال کنید و استفاده کنید. امیدوارم که استفاده کافی رو از این آموزش کرده باشید. خدا یار و نگهدارتون.